السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر سوال کردن در نوار حرام شدن نکاح با رضاعت. انشالله این را جواب میگردانیم. اگر دختران خاله با همدیگر شیرخوره باشند، اینها برای تمام خانواده یکدیگر محرم میشوند. اگرچه پسران هم باشند. مثلا عایشه و فاطمه. اگر عایشه از مادر فاطمه شیر خوردگی باشد، و برادران فاطمه نکاحش حرام می شود. همچنین فاطمه اگر از مادر عایشه شیر خوردگی باشد و برادران عایشه نکاحش حرام می شود. همچنین برادران هم که باشند، پسران هم که باشند. اگر پسران نیز از مادر یک دیگر شیر خوردگی باشند، بچه خاله ها، نکاح اینها هم با خواهران یکدیگر حرام می شود. مثلا پیشتر مثال زدیم عایشه و فاطمه. اگر عایشه شیر خوردگی باشد، تنها عایشه و برادران فاطمه حرام می شود نکاحش. دیگر خواهران عایشه نه. اگر از مادر فاطمه شیر خوردگی باشد، تنها عایشه و برادران فاطمه ممنوع می شود نکاحش، ممکن نیست. اگر عایشه خواهران دارد، برای خواهران عایشه اجازت هست که در نکاح برادران فاطمه درآیند. و همچنین نیز خواهران فاطمه می توانند که با برادران عایشه ازدواج بکنند، مشکلی ندارد. تنها حرمت بالای شیرخوره ها ثابت می شود و خلاص. بارک الله فیکم.